در چه زمینه های انسان باید صبوری بکند، کجا نیاز داره، این دیگه استثناء نداره. ما در همه لحظات زندگیمون نیاز به صبر داریم. اینه که پیغمبر فرمودن علیه السلام انسان مؤمن، البته بعد از ایمان و اسلامش، انسان مؤمن هیچ بخششی و هیچ نعمتی از جانب الله جل شأنه بهتر و برتر و عظیمتر از صبر به او داده نشده. کسی که خداوند بهش صبر و تحمل داده، منت و نعمت عظیمی خداوند بهش بخشیده و ارزانی داشته. چون در همه مراحل زندگیمون، برای کارمون، برای بارمون، برای زندگیمون، برای کوچکترین قضیه و گامی که برداریم نیاز به صبر داریم. از درس خوندن، از کار تلاش کردن، از معاشرت با همدیگر در درون خونه، پدر و مادر و اولاد و فرزندا، زن، همسر، همه اینا نسبت به همدیگه تا صبر نداشته باشن نمیتونن معاشرت صحیح و یه زندگی موفقیت آمیز داشته باشن. نمیشه. تا برسه با ارتباط انسان با همسایه، با مسلمون، با خویشاوند، تو جامعه، تو مسجد، حتی تو بازار که دیگه خدا میدونه چقدر انسان بایستی صبر و تحمل داشته باشه بین فروشنده و مشتری. بایستی با تحمل باشه، انسان صبوری بکند. حتی تو میدان ورزش، تو گردشگاه و تفریحگاه، به مسافرت رفتنت، در همه ابعاد زندگی دنیوی ما نیاز به صبر داریم. شب و روز چیزی نیست که دیگه بگیم یه وقتی گهگاهی، نخیر. در مسائل دینی که دیگه مشخصه، در مسائل دینی، در مسائل عبادی، عبادت کردن، فکر نکنید که مسئله ساده است. تا انسان تحمل نداشته باشه نمیتونه بندگی خدا بکنه. ببینید پروردگار به رسولش علیه السلام میفرمایند فاعبده واصطبر لعبادته. به پیغمبر امر میکنه علیه السلام فاعبده، خدا رو بندگی بکن، رب السماوات والارض فاعبده واصطبر لعبادته. پروردگار زمین و آسمان هاست الله جل شأنه، وی رو بندگی و عبادت بکن واصطبر لعبادته، و در برابر عبادت و بندگی که میکنید صبوری بکن. تا صبر نداشته باشید عبادت هم نمیتونید بکنید. و خیلی جالبه که پروردگار در این گونه موارد اصطبر رو بیان میکند. در جای دیگه وقتی امر به نماز میکنه، نماز یه بخش عظیمی از عبادت است. و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. بازم امر به پیغمبر علیه السلام، خانواده ات رو امر بکن به برگزاری نماز، که خود و اهلت نمازگزار باشند. واصطبر علیها. این نماز خوندنم همینطوری نیست، هر کی نمیتونه بخونه. واصطبر علیها، و بر نماز خوندن و بر پاداشتن نماز صبوری بکن. تا آدم حوصله نداشته باشه نمیتونه 5 وقت نماز بخونه. در شرایط گوناگون مشغولید، سرگرمید به مسائل گوناگون، کار، تجارت، خرید، فروش، نمیدونم بازی، سرگرمی، نشست، برخاست، مراسم، ابعاد گوناگون زندگی ما داریم. در همه شرایط وقت نماز خدا مشخص کرده، بایستی وضو بگیرید، برید به سوی مسجد، نمازتو برگزار بکنید با یک کیفیت خاصی، با شرایط خاصی. این حوصله میخواد. واصطبر علیها. و خداوند در هر دو جا نفرمود واصبر، فرمود واصطبر. فاعبده واصطبر لعبادته و امر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. اصطبر و نه اصبر. ولی چرا؟ میدونید فرق بین اصبر چیه و اصطبر چیه؟ هر دو امر است، فرمان از جانب الله، امر به صبوری کردن، شکیبایی و تحمل، اما نه با لفظ اصبر یعنی صبر بکن، با لفظ استبر. استبر اونایی که خوندن از قواعد و دستور زبان عربی میدانن درش تکلف است، درش مشقت است. اصبر یعنی کسی که صبر و حوصله داره صبر میکنه. استبر در حالی که هم بی حوصله اید، چندان تحمل ندارید، اما خودت رو بزن به صبوری تا میتوانید پایداری و مقاومت بکن. استبر، دنبال باش به هر نحوی شده.
لذا پیغمبر میفرمایند علیه الصلاه و السلام و من یتصبر یصبره الله، کسی که به هر نحوی تلاش بکند، مقاومت بکند، خودش رو بزند به صبوری و شکیبایی در حالی که دلش نمیخواد، در حالی که در درونش خشمگین است، در حالی که میخواد از کوره بیرون برود اما خیشتن رو کنترل میکند، رفته رفته با این ممارست و با این تمرین و این خیشتنداری خداوند وی رو صبور میکند. الحكمة ضالة المؤمن